Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Besonderes liebe Deutschlerner. سلام تماشابینان عزیز از آن جمله نفرانی که زبان آلمانی میخوانید. خوش آمدید به درس امروزه. خب درس امروزه ما یعنی فعل fahren verb میشه به آلمانی و با زبان خودم میشه فعل. همین فعل ما صرف میکنیم زمان حاضره زمان گذشته شه. fahren میشه رفتن زمان حاضرش. اینجا رو چخنش نیم اینجا رو چخنش نیم رو ich fahre یعنی من میروم. du fährst sie es fährt wir fahren ihr fahrt sie fahren. یا بارگاه میخونمش پرزنس زمان حاضره اینجا رو چخنش نیم fahren رفتن. ich fahre du fährst sie es fährt wir fahren ihr fahrt sie fahren. خوب از زمان گذشته ich bin gefahren در زمان گذشته من رفتم نه. du bist gefahren اینجا را چه خواهد بشیم اینجا را مثل همی که اینا نیستن. sie es ist gefahren wir sind gefahren ihr seid gefahren sie sind gefahren. خوب نفرانی که درس‌های پیشکی را گذاشتیم برادرای عزیز گرامی خواهش میکنم که همون درس‌ها را ای الفبet سر کنین. همش ای درس یک درسی دو درسی سه که در این درس ها اومدین دیگه نمیفهمین چی گپای. با هم خاطر اگر سر نکنین ای اول در این جواز سر کنین نمیشه. با هم خاطر نفرایی که حاضی خوش میشین ویدیو رو میبینین خواهش میکنم زبان آلمانی با منوچهری کوهستانی درس یک سر کنین تا همچه استا اومدن بگیرین. خوب machen میشوه انجام دادن. machen میشوه چی؟ انجام دادن. اینی میشه یعنی machen که دیدیم میشه انجام دادن. خوب اینجا را چقدر همیشه مثل همیشه اینجا را سر میکنیم. ich mache من یک چند انجام میدم یک کارا میکنم نه. du machst sie es macht wir machen ihr macht sie machen. یا بارگاه زمان حاضره پرزنس زمان حاضره ich mache du machst sie es macht wir machen ihr macht sie machen. خوب زمان گذشته را سر میکنیم. در زمان گذشته در آخرش فقط یعنی پرفکت می آید. فهمیدی یا در اینجا می آید و همی اینجا را دیگه استفاده نمیبریم. ich habe gemacht du hast gemacht sie es hat gemacht wir haben gemacht ihr habt gemacht sie haben gemacht. یا بارگاه همی مخی نمیگم که چون بسیار استفاده شم دارم توجه که ich habe gemacht زمان گذشته du hast gemacht sie es hat gemacht wir haben gemacht ihr habt gemacht sie haben gemacht. خوب در اینجا اکسپت که نوشتم برای شما که یعنی که بدون اینکه چیکار نکن. یک سوال میده یک نفره hast du den Kuchen selbst gemacht آیا همین تارت خودت پزیدی؟ این با کلی تارت نیست. مثلا اپفل کوخن میگن مثلا بگیم که خیلی یک
بسیارتر از چی می شود؟ بسیارتر از هم بگیم که آرد می شود و بعد دیگه کمک شیرینه، مثلا مثل تورت یک جایی مردم آلمانی هم تورت میگن، نیکی اکنه مثلا روسایی مثل تورت چی میکنن استفاده میبرن، فهمیدی؟ دیا کوخن ایواسش دیگه دین کوخن، دیا ایواسش دین. خوب در این درسای گراماتیکالی بعد میویم هست دو. وقتی که سوال میکنیم هست همیشه از پیش میآید. مثلا hast du den Kuchen selbst gemacht. یک چیز دیگر دوستا فراموش نکنید که بسیار در این تاجیکا دیدم میگن که مثلا ich habe gefahren. ich habe gefahren نمیشود. fahren همیشه با sein میآید. با sein. هیچ وقت با haben نمیآید. haben اصلا یکم کار قطعی fahren ندارد. fahren فقط با sein میآید. sein. فهمیدی؟ مثلا میتونی بگو که ich bin gefahren. نمیتونی بگو که ich habe gefahren. خوب. Hast du den Kuchen selbst gemacht? آیا تو همین تورت خودت کردی؟ خودت پختی؟ بعضی مثل ککس هست، ایرانی ها مثل ککس میگن. خوب. یه دیگه تو میگم بعدم که دست تو میگم. میگم برگاب خونش، برگاب خونش. fahren. ich fahre, du fährst, sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. زمانی حاضر بود، یعنی پرزنت. زمانی گذشته روزی. ich bin gefahren, du bist gefahren, sie es ist gefahren. Wir sind gefahren. Ihr seid gefahren. Sie sind gefahren. Machen, انجام دادن، اون کار کردن. حاضر پرزنت. Ich mache, du machst, sie, es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. خوب زمانی گذشته روزی. ich habe اجرا میمونیم چه خوش نمیشیم. ich habe gemacht. du hast gemacht. sie es gemacht. hat gemacht. hat ist verwendet. hat gemacht. wir haben gemacht. ihr habt gemacht. sie haben gemacht. خوب ایزی که به حرف مایده نویستگیه برادر از گرامی، آنها ایزی که به حرف کلان نویستگیه شما اگر که درسای پیشکی را خوندگی باشین میفهمین چیزا را. خوب در درسای پیشکی من را گفتم. hast du den Kuchen selbst gemacht? خوب یه دیگه تو میگم انا بعد جمعه خداحافظی میکنیم. خوب دوستان عزیز گرامی، بدترین گناه همون چیزی هست که به خودتان باور نمیکنین. همون روزی که به خودتان باور نکردید بدونین که بدترین گناه کردین. به همون خاطر برادری از گرامی به خودتان باور کنین، شروع بکنین به درس خواندن. شروع بکنین به درس خواندن. حتی در تاجیکستان هم اگر درس بخونین زبان خوب بدونین، حداقل یک ترجمان کار میکنین. به همون خاطر با امیدی از روسیه با کلی رفتن تاجیکستان و آباد شدن تاجیکستان. خدا حافظ تو باشه. چاو.